این خوانندگان مجبورند در هوای گرم با تیره‌های پوشیده درس خوانند. سببش این است پشت سیمخانه آنها پرتابگاهی بزرگ جایگیر است. هوا اگر گرم باشد تماما نفس کشی در اینجا وزمین است. حالتهای خود خوانندگان شاهد بوده است که ما یک روز برای کشش و درس دادن نمیتوانیم. همین خیلی حالت ها هم بودند. این یگانه پرتابگاه در دهه موج ناحیه رودکی است. ساکنان دهه که بیش از 300 عائله دارد چند سال اخیر پرتابهای خود را اینجا می‌آورند. این پرتابگاه در کنار مکتب و در بین دهه نه تنها آموزگاران بلکه ساکنان گرد و اطراف آن را هم به تنگ آورده است. شب خوابی که مسرکت سوخته است تریزات هایکا نمیشود. خودم کسل دل دارم. ساعت 5 ساعت میخوام آلو قسم میخوام که آلو نکردم. نمیدونم کجا آلو میکنم من نمیدونم. من بیزار شدم نه عباد خوب نه سر خوب نه بید بوار بیزار شدم بوی مسرک. بر اساس معیارهای اکولوژی اطراف پرتاب‌ها باید بسته و از محل اهل‌نشین 500 متر دور باشند. در فصل گرما باید همه روزه برداشته شود. اما ساکنان میگویند پرتاب روزها در اینجا میماند. سه ماشین میبره گشتم خیلی تو که میسند تا که میبره برای حلال برای نمیبره تا آخر نبره شگی. چه زندگی همین اول همین زندگی هم روزه. از آنکه پرتابگاه خودسرانه میان ده بنیاد گشته است، والدان همیشه برای سلامتی فرزندان نگرانند. کودکان فقط هر سحر وای میکنیم که طرف مسرکه نرویم با حاجت خانه شونم اینم پیش مسرکه داگی کودک بیچاره حاجت خانه در اومده نمیتونه دسته مسرم مسر تا هم جای میره. با اینجا بیشتر کودکان پرتاب میارند و محض آنها هم به گفته متخصصان به بیماری‌های گوناگون گرفتار میشوند. زر پروین شدستیان تن نشونده هر چی برآمده است کسالی پوست بسیار تر شده است. در حالی که ساکنان از پیدا شدن پرتاب شکایت میکنند، مدیر شعبه حفظ محیط زیست در ناحیه رودکی گفت از حال پرتابگاه خبردار نیست ولی با زودترین فرصت برای دیدن آن می رود. رئیس جماعت هم در تماس تلفنی وعده داد که پرتابگاه را از نزد مکتب به دیگر جای میکشانند. در کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی گفتند تنها با بستن شرطنامه با اهل دهه می توانند مشکل آنها را حل کنند. اگر شرطنامه بندن ما همکاری کرده میتونیم، ما همه وقت همکاری میکنیم. بله خدمت رسانی میکنیم با اونها. فعلا معلوم نیست که مقامات کی پی کوچاندن این پرتاب میشوند. تا آن زمان غرم پرتاب بزرگ و غم مردم بیشتر خواهد شد. این بار اول نیست که ساکنان محله‌های هممرز با دوشنبه از بی‌نظمی و نارسایی پرتابگاه‌ها شکایت میکنند. قبلا چنین نگرانی‌ها از زبان باشندگان دهه‌های دیگر از قبیل دهه دوبه ناحیه ورزاب و ساکنان دهه استقلال ناحیه رودکی هم صدا داده بود. ساکنان این محله‌ها شکایت داشتند که با دلیل کمبود پرتابگاه بعضا پرتاب‌ها را به دریا می‌پرتایند یا می‌سوزانند.